چمپیون ها یک بار روی صحنه نمیآیند تا کورسی آنها ایام نوروزی آغاز می‌یابد. ساکن دهه راه نو جماعت دهاتی دهقان ریخت ناحیه فرهاد مرادوف روزهای جشن 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که در چمپیونات آسیا اوید به ورزش یک حربه شرقی موآیتای که در شهر الماتا از 27 تا 30 سپتامبر بین نوروزان شده گذشت اشتراک نموده و گرفتن جای اول این مسابقه مشرف گردید. بهترین لحظه فراموش نشدنی من بود که با من مدال رو دادن و سرود ملی جمهوری تاجیکستان خوانده شد و پرچم تاجیکستان بلند برداشته شد. بعد تمام تالار از جایشان خیستن. تمام تالار با شرافت ما از جایشان خیستن. بخشیده با این موفقیت فرهاد بلند برداشتن روحیه ایوب و دیگر ورزشکاران نوروز در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 که فرهاد آنجا تحصیل می‌نماید چهاربینی ادانه دایر گردیده این موفقیت چمپیون را با سخن‌های نیک و قرصک زنی‌ها معلمان و استادان استقبال نمودند. یک حربه موآیتای سال دوم است که در تالار ورزشی این مکتب مشق داده می‌شود. شاگردان این مکتب در این مدت در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نموده صاحب 3 مدال نقره چمپیونات جهان، مدال برنجی در چمپیونات آسیا و اینک این سال صاحب مدال طلا شدند.